درود و مهر. لطفاً نیت داشته باشید ببینیم انرژی شهریور ماه برای شما عزیزان ماه به ماه به چه صورت خواهد بود. لطفاً بدون نیت به این فال گوش ندید. حتما کد کیهانی 1616 رو برای جذب عشق، جذب پول و جذب بهترین ها برای من کامنت کنید و در انرژی دست جمعی شرکت کنید. دوستان فروردین ماهی، توی روابط احساسی، روابط کاریتون، هر نیتی که دارید فعلا برای شما یک جورهای دلسردی، معلق بودن، به نتیجه نرسیدن افتاده که میتونه این مسائل برای شما کاملا موقت باشه. اردیبهشت ماهی تا 10 وعده آینده به موفقیت رسیدن در امور کاری، امور احساسی دیده میشه. کارهای ثبتی، سندی، اسنادی، ارثیه برای شما حل میشه. روی روابط احساسیتون دیدار عاشقانه دارید. برای متأهلین بارداری هستش. دوستان خرداد ماهی، یک پایان و شروع جدید برای شما عزیزان داره نشون میده. تمام مشکلاتی که دارید و الان روی نیتی که دارید، چه احساسی میتونه باشه، چه کاری و مالی، داره برای شما به اتمام میرسه و یک دوره جدید و پربرکت برای شما در حال شروع هستش. دوستان تیر ماهی، دارم برای شما توی روابط احساسی، روابط خانگی و یک جورهای روابط زناشوییتون براتون آشتی میبینم. مصالحه و ترمیم رو داره برای شما عزیزان نشون میده. روی هر نیت قلبی که دارید به حاجت دل رسیدن 100% برای شما هستش. دوستان مرداد ماهی، از یک شرایط بسیار سخت دارم میبینم عبور میکنید، به خوبی هم عبور میکنید و یک شروع مجدد برای شما عزیزان هستش. اگر عشقتون رفته، اگر کارتون یا سرمایه‌تون رو از دست دادید، برای شما جبران خواهد شد. دوستان شهریور ماهی، دارم میبینم براتون موفقیت افتاده، مخصوصا روی تحصیل، روی امور کاری، امور احساسی، امور ازدواجی. منتظر هر نتیجه‌ای که هستید انشاءالله براتون حاصل میشه. دوستان مهر ماهی، دارم براتون تغییرات مثبت رو میبینم، جابجایی مثبت رو میبینم، شروع جدید کاری، شروع جدید احساسی، بازگشت عشق و تغییر و تحولات عالی. دوستان آبان ماهی، حمایت میشید از جانب فردی که شخصیت حمایتگری داره. روی کارهای قانونی، ثبتی، سندی به موفقیت میرسید. کیس عاطفیتون دوستتون داره، بهتون وفا داره، فقط کمی مغروره. دوستان آذر ماهی، دیدار، معاشقه، ازدواج، پیوند و شراکت‌های پربرکت و سودهای عالی رو دارم براتون میبینم. دوستان دی ماهی، جشن، شادی، برکت و یک جورهای دوره همیهای دوستانه برای شما عزیزان افتاده. موفقیت های تحصیلی، کاری، مالی براتون هستش و سودی که عایدتون میشه از یک شراکت و یا کار. دوستان بهمن ماهی، نظری که برای شما به اجابت میرسه، خواسته‌ای که براتون به اجابت میرسه، کار دعا، طلسم، جادو، شمتراپی که انجام دادید 100% برای شما عالی هستش. توی روابط احساسیتون به موفقیت میرسید و ازدواجی که برای شما عزیزان نزدیک هستش. برای کسانی که ازدواج کردن و متأهل هستن، دارم میبینم برکت زیادی انشاءالله در زندگیتون جاری میشه. دوستان اسفند ماهی، یکم حالت بلا تکلیفی براتون وجود داره و یک جورهایی دارم میبینم روی امور کاری، امور احساسی یک سنگینی برای شما هستش که باید براتون پاکسازی بشه. در غیر این صورت روی 9 وعده آینده که میتونم بگم میتونه اواخر شهریور ماه باشه، عمده مشکلات شما انشاءالله براتون حل میشه، ولی با کمی زمان و تأخیر.